خیلی زیاد خاطرات، یا سرمربی بودین در جاهای مختلف، خاطرات خیلی بامزه از شهرهای مختلف داری؟ از بازی‌هایی تو این شهر؟ باز شهر یا از بازی‌های هر کشوری باشه؟ از بازی، از هر چی، از مردمشون. مسابقات فینال بازی‌های آسیایی بود، ما قهرمان شدیم. اونایی که فوتبالی هم میدونن، رفتیم برای مصاحبه آخر بازی، خبرنگارا اومده بودن، یه همچی جمعیتی بود، منتها طولی بیشتر بود. اومدم با ما مصاحبه کنن، گفتم که ما یه چیزی بگیم که هم عزیز بشیم، برگشتیم تو کشور، هم امکانات بهمون بدن، خیلی بگیم ما نماینده خوبی بودیم. گفتن شما آقای کریمی از خارجی، گفتن یه دانشجو هم بغل من نشسته بود، آقای مدیری، دانشجویی بود که معلوم بود تو عمرش ورزش نکرده بود، منتها زبان انگلیسی و بازیات تو منابع بحرین بود و عربیش فول بود. خبرنگاران که اومده بودن همه یا انگلیسی بودن یا عربی، جفتشون رو بلد بودن. من به ایشون میگفتم هیچی از ورزش نمیدونست، ایشونم به جمع به ایشون، ایشونم به من. گفتن آقا شما راجع به قهرمانی صحبت کن. من یه طرف بودم، آقای کارلوس آلبرتو پیررا قهرمان جام جهانی برزیلی یه طرف، شانسی، حالا شانسی ما قهرمان شدیم، لطف خدا بود. من به ایشون گفتن آقا راجع به قهرمانی صحبت کن. گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، ما از این قهرمانی ها زیاد دیدیم، اصلا ایران تا حالا نشده بود، یه دفعه شده. بعد گفتن که خب شما از این، گفتم برای ما قهرمانی ها خیلی مهم نیست. سال 1993 بود، 1991 یه واژه اومد تو فوتبال به نام فرپلی. من نمیدونم به چه دلیل این اشتباه گرفتم، این بزرگترین سوتی عمرم بود، این کلمه فرپلی. یعنی بازی جوان مردان. آره. خب به تازه اومده بود، منم انگلیسیم، همه اینا هم که اینجا هم بدونن، نمره دبیرستانم، نمره آخرین سال 12 دبیرستانم 0 شدم. خدا شاهد 25 صدم هم بهم نداد، پر کرده بودم. گفتش که خب حالا شما بفرمایید. گفتم که برای ما چیزی که بیشتر از این قهرمانی‌ها اهمیت داره، نمیدونم چرا اشتباه کردم اومدم میگم فرپلی، گفتم حرکت زیبای گرفرند ما. اونا گفتن که کجا بود؟ گفتم وسط زمین بود. گفتن پس چرا ما ندیدیم؟ حالا همه ایشون به ایشونم، اینم یه آدم خشک بدونی که به ما گفتم وسط زمین دیگه. اینم به اونا گفتم ما ندیدیم. اونا به این گفتن شاید بین دو نیمه بوده. گفتم نه. اینا به من گفتن که آقا میگن شاید بین، گفتم مگه بین دو نیمه فوتبال اینا قاطی کردن؟ ایشون به اونا میگفت. بعد اونا گفتن که شاید بیرون از زمین بوده. ایشون به من گفتن مگه بیرون از زمین بازی میشه برادر من؟ چی میگن اینا؟ گفتن چه موقع؟ کی شد؟ گفتم دقیقه 62 و 72. ما تو دو موقعیت 2-2 اونا یکشون صدمه خود زدیم بیرون. بعد گفتش که نکنه شما حرکت فرپلی رو میگیم. مثلا نمیدونستم. گفتم پس همین، ما چی داریم میگیم از اون ما؟ گفتش که اون اونی که شما میگید فرپلیه. گفتم پس ما چی میگفتیم؟ تازه فهمیدیم چی داشتیم میگفتیم. گفتم من از ایران که اومدم به من گفتن که خبرنگارای خارجی خیلی شیطونن. من گفتم یه نکته انحرافی بگم ببینم درست میگن. دیدم همشون درست میگفتن. دست زدم بلند شدیم از صحنه در رفتیم. من فکر میکنم به خاطر همین شیطنت ها و این